سلام دوستان، بستنی آوردم براتون. بفرمایین. بستنی انبه، یه بستنی خیلی خوشمزه و خوب که تابستون و زمستونم نداره، برای هر فصلی مناسبه. حالا بریم این بستنی خوشمزه که با 3 ماده اصلی آماده میشه ببینیم چی هست موادش. پوره انبه 1 پیمانه، خامه صبحانه 200 گرم، شیر عسل 2/3 پیمانه، وانیل کمی. انبه رو بعد از شستن به 2 نیمش میکنم و گوشت اونو از پوست جدا میکنم. اینم از موادمون که آماده است. خب انبه رو توی مخلوط کن میریزم. شیر عسل رو هم اضافه میکنم و همینطور خامه صبحانه رو. 1/4 قاشق چایخوری وانیل اضافه میکنم و بعد همه رو با هم میکسشون میکنم. از هر وسیله‌ای برای پوره کردن و مخلوط کردن اونها میتونین استفاده کنین. بعد توی ظرفی که بتونم توی فریزر بذارم و دردار باشه اونو میریزم و دست کم برای مدت 8 ساعت توی فریزر میذارم و 10 دقیقه قبل از اینکه بخوام اونو سروش کنم از فریزر خارجش میکنم. دوستان این بستنی خیلی لطیفه، خیلی خوشمزه است و خوش طعمه، مخصوصاً برای عزیزانتون. برای تزیین اون میتونین از هر نوع شربت یا شکلات مایع و شکلات جامد یا اینکه میوه استفاده کنین. من از شاهدود استفاده کردم. خدا نگهدارتون.